عرض سلام و ادب احترام دارم. در خدمتتون هستم با کتاب چنین گفت زرتشت ترجمه داریوش آشوری. پیشگفتار رو با هم خوندیم. به گفتارهای زرتشت بخش یکم میرسیم درباره سدگردیسی. در این قسمت نیچه با بیان 3 مرحله متفاوت که جان انسان بایستی طی بکنه تا به ابر انسان تبدیل بشه و اون جایگاه و شرایطی که جان بیدار و آگاه مد نظر نیچه بدل بشه توصیف شد. در حقیقت اون چه که لازم هست برای ادراک این تحولات و طی این مراحل به جزئیات توصیف شد و اگر ما هر کدوم از این عبارتها رو بتونیم توصیفش رو برای خودمون داشته باشیم، میتونیم بگیم از نگاه یک اندیشمند بزرگ به نام نیچه این مراحل رو در حال طی کردن هستیم و میشه فهمید که کدام یک از این اتفاقات مربوط به کدام یک از دوره زندگی یک انسان است. این که شما بدونید انسان‌های بزرگ چگونه زیستند، این کارگشاست و بیشک کسی که در 30 سالگی است احتمال اینکه این مراحل رو طی کرده باشه یه مقدار کمتر از کسی است که سن بالاتری داره. اما هیچ چیز محال نیست. سدگردیسی جان را بهر شما نام میبرم. چگونه جان شتر میشود، شتر شیر و سرانجام شیر کودک. جان را بسی چیزهای گران است. جان نیرومند بردباری را که در او شکوهیدن خانه کرده است، نیرویش آرزومند بار گران است و گرانترین بار. جان بردبار میپرسد گران کدام است و این گونه چون شتر زانو میزند و میخواهد که خوب بارش کند. جان بردبار میپرسد گرانترین چیز کدام است ای پهلوانان، تا که بر پشت گیرمش و از نیروی خویش شادمان شوم. آیا نه این است خار کردن خویش برای زخم زدن بر غرور خویش، یا به جنون خویش میدان دادن تا که بر خرد خنده زند؟ یا این است دست برداشتن از انگیزه خویش آنگاه که جشن پیروزی خویش را برپا کرده است؟ اینکه آیا کسی درکی از غرور داره یا نه؟ آیا غرور در وجود خودتون احساس شده؟ آیا میتونید رفتاری رو از خودتون که به دلیل غرور بوده، غرور در وجودتون هست؟ آیا غرور به معنایی که شایسته احترام باشه خودتون رو انسان مغروری میدانید؟ آیا اینکه انسان اصلا غرور رو میفهمید؟ اینکه انسان میتونه بفهمه که غرور چیست؟ آیا غرور برای اون معنایی داره؟ آیا رفتار غرورآمیزی از خودتون تا حالا تجربه کردید؟ آیا بر حسب غرور رفتاری رو انجام دادید؟ آیا شده که به دلیل غرورتون رفتاری رو انجام ندید؟ اگر غرور رو بشناسید، گام اول رو به گام دوم میتونید برسونید. اما اگر کسی غرور رو نمیشناسه، ببینید عبارت بعدی، یا به جنون خویش میدان دادن تا که بر خرد خنده زند. گاهی وقتا غرور با خرد یا عقل مهاش جور در نمیاد و شما اونجاست که غروره، وگرنه اینکه شما بدون هیچ از دست دادنی و بدون هیچ پشت پا زدنی احساس کنید که من آدم مغروری هستم. چرا؟ چون که چی؟ اگر غرور رو از بابتش بهایی پرداخت کردید، بله اونجا بله شما انسان با غروری هستید، چون حاضر بودید در ازای یک چیزی یک عده‌ای به شما دیوانه بگویند و انسان مغرور بهای غرورش رو باید پرداخت کرده باشه. مثال میزنم، مثال خیلی رایجی میزنم.
ممکنه شما در خیابان، حالا الان که ماه رمضان هست، ممکنه که در خیابان در حال عبور باشید و شده باشه که جایی غذای نظری بدن و شما هم گرسنه باشید، ولی غرورتون اجازه نده که این غذایی که خلایقی به صف ایستادن و حقیقتا منبع مالی اون مشخص نیست و کسی نمیدونه چطور میشه که در یک شرایط اقتصادی عجیب غریب هنوز کسانی هستند که پولی رو که دارند، خب اینا مگه پولشون از کجا میارن که دیگران نمیتونن؟ اینکه شما در یک روز 400 پرس 700 پرس غذا داری به خلق الله میدی، حالا اینکه ما که نمیدونیم منابعش کجاست، اما آیا غرورت شده که اجازه نده به تو که تو وایسی کنار اونها؟ این عادی ترین و کم هزینه ترین، اگر فیلم سخنرانی پادشاه رو دیده باشیم، در اونجا برادر بزرگتر خانواده که میشه عموی ملکه الیزابت عاشق یک خانم بیوه میشه و کلیسا حاضر نیست که اجازه بده ملکه انگلستان، یعنی همسر پادشاه انگلستان، پادشاه آینده، یک خانم مطلقه باشه، یک خانم بیوه باشه. این اجازه نمیده و ایشون، یعنی برادر بزرگ پادشاه، پشت پا میزنه به حکومت و بر حسب اون غروری که داره، حاضر نیست تن به خواسته کلیسا بده و از خودش عبور بکنه. حالا شما این کف رو بگیر که یک پول افتاده است ولی حاضر نیستی خم بشی پول رو برداری، یا احساس غرور. ما بچه که بودیم شاباش میدادن، ما خجالت میکشیدیم. شاباش آدم بزرگه که خم نمیشه، خب یه دم میدویدن برمیداشتیم. خب ما میدیدیم که اینا برمیدارن، ما نمیتونستیم، یه چیزی در وجود ما بود که اجازه نمیداد ما اون پول رو برداریم، میدونیم که ما اون پول رو میخواستیم. اون غرور است، اون غروری که اجازه نمیده به تو، اجازه نمیده و دوست نداره، حاضر از منافعی بگذره و این اتفاق نیفته. حالا شما در ارتباط با غرور میتونید هزاران تا داستان بگید و البته هر کدومشون هم شنیدنی است، اما اگر درست فهمیده باشیدش. اینکه آیا ما میتونیم معنای غرور رو بفهمیم و در موقعیت‌های مختلفی آیا ما تجربه کردیم که انسان مغروری هستیم یا نه فقط حرف زدیم؟ خب اینطور نیست که همه انسان ها مغرور باشن. نه خیر، اصلا اینطور نیست. اگر این گونه بود، جوامعی که انسان های مغرور درش بیشترن حتما جوامع بهتری هستن. چون انسانی که دارای غرور هست حاضر نیست به بهای هر کاری رو انجام بده و عملا کمتر میشه از اون سوء استفاده کرد، اگرچه که هیچ وقت راه سوء استفاده بر انسان ها بسته نیست. یا این است دست برداشتن از انگیزه خیش آنگاه که جشن پیروزی خیش را برپا کرده است. اینکه پیروزی، آیا تا حالا برنامه‌ای داشتید که در رسیدن به اون برنامه و دست یافتن به هدف احساس کنید که چیزی تا پیروزی نمونده؟ آیا میتونید بفهمید که پیروزی برای هر کسی، برای هر انسانی در موقعیت‌های مختلف چی هست یا نه؟ در حباب زیست میکنید. این رو بایستی با خودتون روشن بکنید. اگر کسی احساس میکنه که در قله افتخار و پیروزی قرار گرفته و من نمیتونم ببینم، این نیست که من دارم اشتباه میکنم. نه، به هر حال پیروزی و موفقیت بایستی از بیرون هم نمودهایی داشته باشه. در جهانی داریم زندگی میکنیم که عینیت و ذهنیت در هم تنیده است. ما در یک فضای ذهنی غیر واقعی که زیست نمی‌کنیم.
واقعیت‌های رخ داده‌ای وجود داره در اطراف ما که بر اساس اونها ما ذهنیتمون رو و البته واقعیت‌های بیرون رو با همدیگه تطبیق میدیم و احساس میکنیم و اون چی که احساس میکنیم یک نمودی، یک نمایانی و نمودی بیرونی داره. اگر کسی در حباب زندگی میکنه اون رو نمیتونیم بگیم که حالا اگر فرض کنید که کنار هم بکشه بگیم من در پیروزی، ولی اینطور نیست. او هرگز این احساس رو در وجود خودش نخواهد دید، اگرچه میگه ولی اون باور نداره. چون انسان میتونه به من و شما دروغ بگه، در حقیقت به خودش که نمیتونه دروغ بگه. خودش میدونه که هنوز در ابتدای راه و البته این راه از اون جایی که مسیر اشتباهی است، و مسیر اشتباه رو شما هی فکر میکنید که در ابتدای راه، ولی واقعیت اینه که هیچ نشانه‌ای نمیبینید ابتدای راه رو. ابتدای راه هم اینطور نیست. اتفاقا اگر ابتدایی بود قبل از شما بود. یا به کوههای بلند بر شدن برای وسوسه کردن وسوسه‌گر، یا این است چریدن از بلوط و علف دانش و بر سر حقیقت درد گرسنگی روان کشیدن. اینکه از علوم سخت و دقیق، علوم نرم و لطیف، آیا از این دانش‌های مختلف چیزی بهره‌ای بردی؟ اینکه آیا ریاضیات علاقه داری؟ آیا دقت و توجهت به اندازه ها و اعداد که دقیق هستن آیا بوده در حدی که بفهمی اعداد مهمن؟ اگر انسان‌هایی رو می‌بینید که بین 1000 میلیارد تومان و 100 تومان بین 1/10 و 1 درکی پیدا نمی‌کنن و ندارن، اونها انسان‌های بدون فلسفه‌ای هستن، انسان‌های نادقیق، میان مایه. نمیتونی انسانی رو پیدا کنی که اینقدر میزان خطا در اعدادش بالاست و انتظار داشته باشی که این انسان شایسته‌ای باشه در اون موقعیتی که داره حرف میزنه. اعداد معنا دارن. حالا از اون طرف علف دانش چیست؟ علف دانش من فکر میکنم که راجب هنر و موسیقی و ادبیات و شعر هست. حالا برید ببینید که شعر خواندن انسان‌هایی که، اما از اون طرف اعداد هم مهمن. اگر شما یک شاعری رو، اگر فرض بگیرید یک مسئولی شاعر باشه، خب اگه شاعر باشه در فضای نادقیقی سیر میکنه و خیال پردازی میکنه. اما از بلوط دانش چی؟ از بلوط دانش که سخت هست و دقیق آیا بهره‌ای بردی؟ حالا در مقام یک مسئول و حکمران، چون مثال عینی بسیاری وجود داره من درباره‌اش صحبت میکنم، اما در مورد تجربه های زندگی خودمون هم وجود داره. آیا به عنوان پدر یک خانواده، آیا به عنوان عضوی از یک گروه کوچیک یا اعضای یک خانواده، آیا اون دقت و توجه رو داریم؟ در وجود خودت احساس کردی یا نه رها و واداده ایم؟ حالا چه به لحاظ این که اون چیزهایی که در قالب اعداد میان، چه به لحاظ زمانی، چه به لحاظ موقعیت مکانی، دقت یا نه بی توجه و رها، هر دنبیل. اگر آگاه باشی روی سخن تو هست در این مرحله. یا این است بیمار بودن و تیمارداران را روانه کردن و با کران نشستن که آنچه تو خواهی نشنون. آیا چون این تجربه ای رو میتونی احساس بکنی که گاهی حاضر نیستی کسی تو رو درمان کنه، حاضر نیستی، دوست داری بگی، حرفی بزنی، دوست داری بیان کنی،
اما نه برای اینکه دیگران جوابی به تو بدن، نسخه‌ای برای تو بپیچن، فقط به خاطر اینکه احساس میکنی بایستی به خودت بگی. دوست نداری کسی، میخوام همونی باشم که هستم، میخوام حرف بزنم ولی اجازه ندم شما دخالت کنید. دوست ندارم برای من نسخه بپیچید. اجازه بدید من به خاطر شما خودم رو و به خاطر اینکه شما کاری میخواهید برای من بکنید یا حرفی میخواهید به من بزنید یا درمانی برای من دارید، اجازه بدید من درمان نشم، ولی اون چی که هستم رو باشم. یا این است در آب آلوده پا نهادن هرگاه که آب حقیقت باشد و قوق‌های سرد و وزغ‌های گرم را از خود نتاراندن. اینکه آب حقیقته، اینکه مثل شده حقیقت تلخه. حقیقت تلخه یعنی اگر شما جویای حقیقت باشی، به دنبال حقیقتی باشی که در بین شما یا گروه دیگری هست، شما به هر حال یه سمتی از حقیقتید. یک حقیقتی وجود داره. حقیقت ماجرا چیست؟ شما هم بخشی از اونید. وقتی به دنبال حقیقتی تازه متوجه میشید که یه جاهایی هست که شما انگار متضررید، احساس میکنید که اینجاست که انگار اون تلخی حقیقت برای شما هم روشن میشه. اینطور نیست، همیشه وجود داره، همیشه در هر مرحله‌ای به هر حال یه جایی هست که میشه پیدا کرد اون تلخی خاص حقیقت رو در بهترین شرایط و برای عالی ترین شرایطی که انسان میتونه برای خودش رقم بزنه هم یه همچین چیزی رو میشه پیدا کرد که اگه تجربه کرده باشید الان که من دارم میگم میتونید یک نمونهش رو برای من کامنت کنید که شما به خودتون باور دارید و احساس میکنید که از جانب شما موردی نیست و بعدا مشخص میشه که میبینید نه اونطوری هم نبوده. این شما هم به هر حال یه جایی ناآگاه بودید نسبت به اونچه که رخ میداده و کاری رو کردید که نباید میکردید و متأثر کرده اون واقعیتی که وجود داره و به نوعی متأثر کرده حقیقت رو، در حالی که شما نسبت بهش واقع نبودید. یا این است دوست داشتن آنانی که ما را خار می‌دارند و دست دوستی به سوی شبح دراز کردن آنگاه که می‌خواهد ما را بهراساند. اینکه شما در چه موقعیتی میتونید چنین چیزی رو تجربه کنید، مواردی رو میشه بیان کرد. شما ممکنه برای اینکه چیزی رو از کسی بیاموزید یا برای اینکه نهادی رو حفظ کنید، گروهی رو حفظ کنید، مجبور باشید که از یه سری چیزها بگذارید و اون هم همینه و حاضر باشید به کسی دست دوستی بدید که تلاش میکنه شما رو خار کنه یا شبحوار شما رو بهراسونه، اما شما لبخند زنان با او دست دوستی میدید. شجاعت در وجود شما، احساس میکنید که انسان شجاعی هستید، حس کردید که واقعا یک همچین شرایطی رو طی کردید. آیا یه همچین تجربه رو دارید؟ آیا دیدید یه همچین تجربه رو؟ آیا شنیدید؟ الزاماً همه اون چی که در این سطور ما میخوانیم و میتونیم بین سطور برای خودمون تفسیر بکنیم تجربه های زیسته من و شما نیست. به هر حال نمونه هایی رو ممکنه ما شنیده باشیم، نمونه هایی که در اسطوره ها بودند، نمونه هایی که در زندگی یومیه از دیگران شنیدیم، در دل کتاب ها خوندیم، یا احساسی که متأثر از همین لحظه الان که من دارم صحبت میکنم شما در دل تجربه ها کشفش کردید. جان بردبار این گرانترین چیزها را همه بر پشت میگیرد. اون لیست به اتمام رسید. این گرانترین ها رو اسم برد. حالا هر کدوم از این تعداد، هر کدوم که شما بیشتر و عمیق‌تر درک کرده باشید
بار سنگینتری رو، یعنی زندگی پربارتری داشتید. هر کدوم از این موارد در نگاه اندیشمندی همچون نیچه. این رو بپذیرید. اگر شما این موارد رو از نگاه یکی از تأثیرگذارترین دنیای امروز، یکی از چهره‌های تأثیرگذار بر برخی تاریخ بشر رو به قبل از نیچه و بعد از نیچه تقسیم میکنن و نیچه رو انقدر بزرگ میپندارند، جان بردبار این گرانترین چیزها را همه بر پشت میگیرد و چون شتری بار کرده که شتابان رو به صحرا مینهد، به صحرای خود میشتابد. اما در دنجترین صحرا دگردیسی دوم روی میدهد. اینجاست که جان شیر میشود و میخواهد آزادی فراچنگ آورد و سرور صحرای خود باشد. اینجاست که آخرین سرور خیش را میجوید و با او و آخرین خدای خیش سر ستیز دارد. او میخواهد برای پیروزی بر اژدهای بزرگ با او پنجه درافکند. چیست آن اژدهای بزرگ که جان دیگر نخواهد او را سرور و خدای خیش خواند؟ چیه واقعا اون اژدهای بزرگی که وقتی شما با اندوخته ها و تجربه های این چنینی شتروار به صحرای خلوت و تنهایی خودتون میرید، اونجا اون اژدها چیست؟ اژدهای بزرگ را طبایت نام دارد، اما جان شیر گوید من میخواهم. طبایت راه بر او میبندد و او زرتاب جانوری است پولک پوش که بر هر پولکش طبایت زرین میدرخشد. هنجارها تو باید اینطوری باشی، تو باید اونطوری باشی، تو باید این کارو بکنی، تو باید اون کارو. اینها تو بایدها در هر جامعه‌ای مشخص. تو بایدها مشخصه. شما به دنیا که میایید تو بایدها در دل تو بایدها هست، در دل تو بایدها هستی و این من میخواهم، اون منش هم از اون توها حاصل میشه. یعنی اینکه شما نمیتونید تا یه حدی میشه. چرا؟ چون این تو باید از قبل بوده، یعنی مقدمه بر توه. یعنی قبل از اینکه تو به معنای من، قبل از اینکه منی شکل بگیره، تویی بوده و تو در دل تو به دنیا میای. حالا این تو در دل تو به دنیا میای، منظورم اون منه. یعنی شما موقعی که به دنیا میایید واقعا متولد میشید، در دل یک خانواده‌ای متولد میشید. همون قبل از اینکه به دنیا بیاید نوه فلانی هستید. قبل از اینکه به دنیا بیاید فرزند فلانی هستید. قبل از اینکه به دنیا بیاید از نوادگان و نبیره‌های فلان کسک هستید. این توهایی است که بر تو هست قبل از اینکه به دنیا بیاید. وقتی به دنیا میاد همه اینا هستید و این من شما در ابتدا در دل این تو پرورش پیدا میکنه. ولی اون جایی که به یه سطحی میرسید که اجازه میدید و میخواید خودتون رو از دنیای توها خارج کنید. اگر سرچ کنید در اینترنت تاثیرگذارترین انسان در طول تاریخ، تاثیرگذارترین انسان در جهان محمد ابن عبدالله. اما محمد ابن عبدالله مگر چیکار کرد؟ محمد ابن عبدالله مسیری رو که اجدادش بر او مقدر کرده بودند رو تغییر داد. خدایی رو به جهان معرفی کرد، به قوم خودش معرفی کرد و همه اون چی که پیش از اون بود تغییر کرد. در واقع محمد کافر به خدایان نیاکانش بود و این
کافر شدن به خدایانی که دروغ میپنداری رفتاری است پیامبرگونه. ارزش‌های 1000 ساله بر این پولک‌ها می‌درخشند. آن زورمندترین اژدهایان چنین می‌گویند: ارزش‌های چیزها همه بر من می‌درخشند. ارزشی نمانده است که تاکنون آفریده نشده باشد و منم همه ارزش‌های آفریده. به راستی چه جای من می‌خواهم است؟ اژدها چنین می‌گوید: برادران، چرا در جان به شیر نیاز است؟ چرا جانور بارکش که چشم پوش است و شکوهمند بس نیست؟ آفریدن ارزش‌های نو کاری است که شیر نیز نتواند. اما آزادی آفریدن بهر خویش برای آفرینش تازه، آن کاری است که نیروی شیر تواند. اینکه شما در دوره جوانی میتونید خودتون رو تغییر بدید، اون چی که هستید رو، اون توبایدهای خودتون رو کنار بزنید و منی برای خودتون تعریف کنید که شایسته انسان باشه. این نیست که شما در سن پیری و کهنسالی این قابلیت و توان رو داشته باشید. کوچکترین تغییری در وجود خودتون، در افکار خودتون ایجاد کنید در زمان پیری، بادی به شما بخوره، ذهن ناخواسته و ناخودآگاه اون رو ربط میده به اون چه که تغییر دادید و اجازه نمیده شما تغییری ایجاد کنید. یک مدل بسیار ساده برای این که زندگی رو تغییر ندید در سن پیری: اینکه برخی در جوانی از اعتقادات مذهبی دور میشن و این البته روال رایجی است که در ایران بسیار میبینیم، اما در میانسالی و پیرسالی انسانهای معتقدی میشن و باورمند و مذهبی مها. این به خاطر این نیست که اینها به یک حقیقتی دست پیدا کرد، به خاطر این که بار این گناهانی که احساس میکردند که دارن انجام میدن رو امروز دیگه نگرانن، برمیگردن. هرچقدر که بیشتر این اختلاف فاحش باشه، ناآگاهی اونها، البته این رو هم برخی کپی میکنن بدون اینکه به معنای واقعی اون رسیده باشه. از اول میدونن که اون آخرش باید این اتفاق بیفته. برادران، چرا در جان به شیر نیاز است؟ چرا جانور بارکش که چشم پوش است و شکوهمند بس نیست؟ آفریدن ارزش‌های نو کاری است که شیر نیز نتواند. اما آزادی آفریدن بهر خویش برای آفرینش تازه، این آن کاری است که نیروی شیر تواند. آزادی آفریدن بهر خویش و نی مقدس گفتن در برابر وظیفه اون چی که بر تو مقدر شده، نی مقدس، چون وظایف رو قداست بهش میبخشن تا تو ملزم به اونها باشی و اگر اون وظیفه رو انجام ندی یعنی داری از یک امر مقدسی و قداستی رو به کنار زدی. اما نی مقدس بایستی به چنین وظایفی داد، یک نی مقدس. برای این به شیر نیاز است برادر. حق ستاندن برای ارزش‌های نو در چشم جان بردبار شکوهنده هولناک ترین ستانش است. به راستی در چشم او این کار ربایش است و کار جانور رباینده. شیر لازم تا اجازه بدی برای ارزش‌های نو حقی قائل بشی. این که الان ما تو جامعهمون برخی واقعا نمیتونن بفهمند که آزادی پوشش میتونه وجود داشته باشه و باید وجود داشته باشه. کسی فکر میکنه چرا چون خب بخش زیادی از اینها اصلا نمیتونن این رو درک کنن. چرا تو مثل من نیستی؟ نمیتونم من بفهمم. چرا ما که هممون با هم همینجا هستیم؟ چرا تو؟ او روزگاری به تو باید همچون مقدسترین چیز عشق می‌ورزید، اما اکنون باید در مقدسترین چیز نیز وهم و خودرأیی را ببیند.
تا آنکه آزادی را از چنگ عشق خویش برباید. به شیر برای این ربایش نیاز است. اما برادران بگویید چیست آنچه کودک تواند و شیر نتواند؟ چرا شیر رباینده هنوز باید کودک گردد؟ مرحله سوم دگردیسی و نهایی ترین مرحله. اینکه بعد از اینکه شیر شد و همه اون چه که اندوخته بود و اون تصورات و افکار و اینها سراسر تضادن. این امکان نداره که شما یه چیزی رو پیدا بکنید در مقام اون چه که ما داریم تجربه میکنیم و عیناً اون چیزی باشه که وجود داره. من موقعی که فهمیدم آب در نقاط مختلف کره زمین در درجه حرارت‌های مختلفی به جوش میاد شگفت زده شدم. یعنی آبم از اینجا به اونجا متفاوت به جوش میاد. و این اونم ثابت نیست. حالا اون شرایطی که متغیر هست. آب که دیگه میخوایم به جوش بیاریم، هم آتیش و آب رابطه اینها هم باز متأثر از چیزی دیگری است که ما نمیبینیم. حالا متأثر از فشار هواست. خب آدم دیگه به هوا که دیگه توجه، اینجا هوا هست اینجا هوا هست. نه، فشارش متفاوت. اون علوم دقیقه خب به این میزان تفاوت. میگه کودک بیگناهی است و فراموشی، آغازی نو، یک بازی، چرخی خودچرخ، جنبشی نخستین، آری گفتنی مقدس. همه اینا توصیف کودک هست. کودکی که در حال بازی کردن با اسباب بازیاش هست رو نگاه بکنید. چرخی خودچرخ، اینکه جهانی رو آفرید، خداوار. همه اونها شخصیت هایی دارند و با اونها تعامل میکنن، روابط بین اونها مشخصه. جهانی رو تدوین کرده. آری برادران، برای بازی آفریدن به آری گفتن مقدس نیاز است. جان اکنون در پی خواست خویش است. یه جایی باید بگه آره این من قبول دارم. نمیتونی هم اون باشی هم این. یه جایی مرز رو بایستی مشخص کن. ببینید اگر میشه مشخص نکرد، غالب افرادی که در جامعه شما باهاشون مواجه میشید هیچ چیز رو مشخص نمی‌کنند. اینا در حالی از ابهام به دنیا میان، در یک بستر و زمینه‌ای از توها، و در نهایت به همون شکل هم در نهایت از دنیا میرن، بی آنکه احساس کنند که چیزی لازم بود اینها مشخص کنند، خودشون مشخص کنند. به یه چیزی بایستی خودشون بله میگفتند و یک چیزی رو کنار میزدن. اینکه چه چیزی رو کنار زدن و چه چیزی رو بله گفتند. اگر شما 5 صبح وارد ایستگاه مترو بشید، اونجا دیگه لازم نیست شما اراده کنید. جمعیت شما رو به سمتی که میباید هدایت میکنه و میبره. اتفاقا ممکنه به همون ایستگاهی هم برسونه که شما باید میرفتید و اکثرا این اتفاق میفته و از قبل مشخص شده. این کانال های عبوری تعریف شده، برنامه ریزی شده. اینجا اراده شما اصلا مهم نیست. شما این مطرح نیست. اینقدر شما مشخص و مرتب برنامه ریزی شده و در قالب و چارچوب قرار گرفتید که حتی می شود برای شما برنامه حرکتی تدوین کرد. البته این که الزام جامعه انسانی است، ولی میخوام بگم این الزام رو یه مقدار ازش دور شو و نگاه بکن و ببین انسان مگر اینطور انسانی رو ببین در کنار انسانهایی که در قصه ها دیدی، در فیلم ها دیدی. اینها که یکسان که نیستن. همین الان هم شما انسانهای متفاوتی رو میبینید. انسانهایی میبینید که کمتر، انسانهایی میبینید که یه مقداری خودشون رو از این دور کردن، اجازه ندادن تماما متأثر از شرایطی باشند که دیگران براشون مقدر میکنن.
آری برادران، برای بازی آفریدن به آری گفتن مقدس نیاز است. جان اکنون در پی خواست خویش است، آن جهان گم کرده جهان خویش را فراچنگ می آورد. سه دگردیسی جان را برای شما نام بردم. چگونه جان شتر می شود، شتر شیر و سرانجام شیر کودک. چنین گفت زرتشت و آنگاه در شهری به سر می برد که آن را نام مادگاب رنگین بود. تعبیری آنچنان که داریوش آشوری در انتهای کتاب آورده، شهری دور افتاده با فاصله، خلوت، در یک همچین فضایی. بدرود. پیروز باشید.